با سلام خدمتتون رسیدم برای ادامه درس گفتارهای ادیان و باورهای مردم پیش از تاریخ یا مردمی که در عصر پایان سنگی و عصر یخبندان زندگی می‌کردن. میخوایم به صورت کامل بدونیم چیه. ببینین عصر پایان سنگی همونطور که گفتم عصری هستش که برای 100,000 سال پیش از میلاد مسیح بوده و مردمی بودن که در عصر یخبندان زندگی میکردن و اصلا شکل اعتقاداتشون و باورهاشون خیلی با الان ما خیلی فرق میکنه. یعنی اصلا از ذهنمون دور کنیم که مردم آن دوران که بودن، در شرایطشون مثل الان ما بوده و یا موضوعات این تشبیه سازی تشابه سازی نداشته باشیم. خیلی خلاصه بخوایم بگیم چند تا موضوع برای مردم اون دوران خیلی اهمیت داشته. یکی آتش بوده، همونطور که در درس گفتار قبلا گفتم آتش بسیار مقدس هستش و اینجا خودش رو نمود و نمو پیدا میکنه. یکی حیوان هستش، حیوان و آتش خیلی شکل قوی تری رو خودشون میگیرن و مردم باهاشون ارتباط برقرار میکنن که در ادامه بهش میپردازیم. همونطور که گفتیم در درس گفتار قبل وقتی که کسی میمرده در آیین تدفین و زمانی که مرده رو میخواستن به خاک بسپرن و در خاک سپاری اموات خودشون، اینها آتش رو به عنوان یک نشانه با همراه با مرده به خاک میسپردن، همراه با تبر و یه سری اشیا. خب همونطور که گفتیم این موضوع خیلی حائز اهمیت هستش. یعنی چی؟ ببینین آتش وقتی که در این مراسم و مناسک نه تنها در آیین خاک سپاری و تدفین بلکه در آیین دعا و مراسم های دیگه مردم هم استفاده می شده، اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه و این آتش در دامن یک فرد بزرگ قبیله که پزشک بوده، عارف بوده، جادوگر بوده یا به طور بخوایم اخص بخوایم بگیم شمن نام داشته، اینجا خودش رو شکل میگیره. یعنی در باورهای دینی اینجاست که شمن و شمنیسم شکل اولیه خودش رو پیدا میکنه. یعنی شمنها قادر بودن که آتش رو به تصرف خودشون در بیارن. یعنی چی؟ یعنی در تمام آیین‌های دینیشون و مراسم‌های مختلفی که داشتن این آتش مقدس بوده و همراه با اون حالا حیواناتی رو که شکار میکردن یا میخواستن جادوگری انجام بدن، نمیدونم مریضی رو خوب بکنن، از طریق همین آتش برافروخته توسط جادوگر یا بزرگ قبیله که همون شمن بوده شکل میگرفته که از این طریق حتی میتونستن حیوانی رو شکار کنن و اینجا هستش که به این واسطه حیوان تقدس پیدا میکند در زندگی روزمره مردم. یعنی دومین المان میشه حیوان که به واسطه این موضوع هستش و چنان تقدس پیدا میکنه که در همه مراسماتی که داشتن مردم آن دوران این نقش اساسی داره، به شکلی که به گونه‌ای که به عنوان یک تقدس به حیوان نگاه می‌کردن که در ادامه بهش میپردازیم که چجوری شمنها در مراسمشون جمجمه حیوان یا پشم حیوان رو به تن میکردن و دور یک آتش میچرخیدن و از جوانان و نوجوانان هم دعوت میکردن که در این مراسم حضور داشته باشن برای اینکه این آیین به خوبی شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه. پس برافروختن آتش و روشنایی و تقدسگرایی به حیوانات شروع یک اعتقاد به نام توتم پرستی هست که در بین ادیان و باورهای مردم پایان سنگی شکل اولیه خودش رو میگیره. به خاطر همین هستش که میتونیم بگیم اولین و ابتدایی ترین اعمالی که جادوگری نامش هست یا جادویی هستش مربوط به اون دوره هست و یکی از نشانه های دینی آن زمان هستش. پس شمنها نقش مهمی در مناسک و برنامه‌های دینی مثل تدفین، آیین خاک سپاری و مراسمی که مربوط به دعا هستش بر عهده دارن و یا حتی پرورش نوجوانان و جوانان خیلی براشون اهمیت داشته. بنابراین در این زمان فتشیسم
آنیمیسم یا روحپرستی و توتم پرستی به یک شکلی خودش رو نمود یا نمو پیدا میکنه که منعکس کننده افکار و اعتقادات مردم پایین سنگی هستن. موضوع دوم همونطور که در درس گفتار قبلم گفتم اعتقاد به آخرت شناسی هستش که در عصر یخبندان مردم آن دوره به این موضوع رسیده بودن که آخرتی هست و دنیایی پس از مرگ هم هست. از این رو در مناسک و آداب خاصی مردگان خودشون رو تدفین میکردن و همونطور که گفتم آتش نقش مهمی در آیین تدفین مردم عصر یخبندان یا پایین سنگی داشته که به مورد خیلی اهمیت میدادن که جادوگران یا شمنیسم ها به عنوان در واقع پیر خاندان یا قبیله نقش اساسی در ادامه این آیین هاشون داشتن، از جمله هم آیین تدفین. بنابراین بخوایم کامل بگیم نشانه های مهمی که در ادیان یا باورهای مردم آن دوره وجود داره همون آیین اعتقاد به خاکسپاری هست، آیین تدفین هست، شمن ها هستن، اعتقاد به حیوانات مختلف هست، اعتقاد به آتش هست. یعنی اینها همشون المان ها و نشانه هایی از باور و اعتقاد مردم بوده به نوعی به آخرت، به زندگی پس از مرگ و تلاش میکردن از آنچه که به قول خداشون، حالا هر خدایی که از نظر اونها بوده، در این دنیا بهشون مزارع داده، بهشون نمیدونم حیوانات داده که میتونستن در مزارع کشاورزی کنن، کشت بکنن، از حیوانات استفاده کنن و تغذیه بکنن، بتونن شکار برن. همه اینها برای تلاش برای یک زندگی بهتر و تلاش برای یک زندگی پس از مرگ بهتر بوده. و همه این موضوع بستگی داره اینکه آنها آیا به دنیای آخرت و به دنیای پس از مرگ اعتقاد داشتن؟ بله داشتن. و از نشانه هایی که در غارها پیدا شده میتوان فهمید. مشخصا چند تا نشانه از دوران پاریسنگی به دست اومده، مثل آتش هم توی گفتیم، مثل حیوانات، اجساد حیوانات، مثل خاکسپاری، مثل خود غار، رنگ سرخ. همه اینها اگر بخوام خلاصه بهتون بگم، همه اینها به یک نشانه خیلی مهم داره و اونم اشاره مستقیم به رحم داره. رحم جایی هست که گرما بخشه، یعنی حرارت داره، یک جایی هستش که مخفیه و تمام اسرار زندگی و زاد و ولد در اون نهفته است. بنابراین به نوعی آتش نشان از گرمای رحم و حرارت هستش و حیوان به عنوان نخستین تشکیل نخستین جنینی هستش که در رحم شکل میگیره. خاکسپاری و پرستشگاه ها هم و غارها هم به همین موضوع اشاره دارن، یعنی غار نماد رحم هستش که در لابلای اعضای بدن قرار داره و تمام اسرار زندگی در اون نهفته است. و رنگ سرخ هم به نوعی نشان از قدرت و حیات و بالندگی زندگی است که در رحم هستش و اشاره داره. یعنی میخوام بهتون بگم که همونطور که میدونیم در انسانهای ابتدایی و انسانهایی که در عصر یخبندان زندگی میکردن، خب میگم المانها و نشانه های مختلف داشتن. رنگ سرخی که استفاده میکردن، در غار پناه میبردن، آتش روشن میکردن، به حیوانات اهمیت میدادن، مراسم خاکسپاری و تدفین داشتن. همه اینها به یک موضوع برمیگرده و آن هم اون گرما و زهدان به رحم هستش، اشاره مستقیم داره که برگزار کننده اصلی اون شمن ها و که به شمنیسم هستش برمیگرده. و این موضوع خیلی دارای اهمیت هستش که مردم اون دوره به این موضوع رسیده بودن و من خودم داشتم تشبیه می‌کردم به مردم عزیزمون در آفریقا که هنوزه خیلی از اعمال و مناسکشون آدم میبینه همون رنگ سرخی که استفاده میکنن، همون آتشی که روشن میکنن، همون دور آتشی که میچرخن، از نوجوانان و جوانان استفاده میشه و اون رهبر قبیله یا شمنی که وجود داره. همه اینها به نظرم همون بر ادامه روی اعتقادات و مناسک انسانهای اولیه و پایین سنگ ها هستش.
امیدوارم که با این درس و گفتار هم یک شمه و خیلی کوچیک از اعتقادات مردم و باورهای مردم در عصر یخبندان یه ذره یاد گرفته باشیم. امیدوارم که در ادامه درس گفتارهای بعد هم با من همراه باشید و ممنون میشم اگر که دوستانی که از یوتیوب منو دنبال میکنن حتما اون سابسکرایب و زنگوله رو بزنن که ادامه فیلم ها رو در جلسات بعد هم داشته باشم. متشکرم.